سلام، من عرضی رضایی هستم، روانشناس بالینی و در این ویدیو میخوام در مورد اینکه اختلال شخصیت چی هست صحبت بکنم. اصلا اختلال شخصیت چی هست؟ در طبقه بندی بیماری های روانپزشکی و روانشناسی یک طبقه ای هست به نام اختلال شخصیت، یعنی اختلال در شخصیت. شخصیت چیه؟ وقتی میگیم که علی آقا یه شخصیت مهربونی داره، مریم یه شخصیت عصبی داره، یعنی چی؟ یعنی مجموعه ویژگی ها، الگوها، رفتارهایی که نسبتاً تکرار میشه. حالا ما میگیم علی آقا مهربونه، معنیش نیست که هیچ وقت عصبی نمیشه، یا وقتی میگیم مریم عصبیه معنیش نیست که هیچ وقت مهربون نیست. در مجموع، در یک تصویر کلی، علی مهربونه و مریم عصبی. پس مجموعه صفاتها، ویژگیها، رفتارهای نسبتاً پایدار، این میشه شخصیت. حالا وقتی میگیم اختلال شخصیت، یعنی اختلال در این شخصیت، یعنی این دست آدم ها مثل عموم مردم نیستن، فرق دارن. بنابراین اختلال شخصیت یعنی شخصیت هایی که با بقیه فرق دارن. خیلی ساده تر بگم، غیر عادی. حالا چرا بعضیا دچار اختلال میشن؟ چیزی هست که من در کلاس‌های آموزشی به روانشناسان آموزش میدم در این مورد. اگر بخوام اینجا بهش بپردازیم بحث بسیار طولانی خواهد بود. بنابراین اختلال شخصیت یعنی من یک دسته روش فکری، رفتاری، احساسی، روش زندگی، یک دسته ایدئولوژی دارم که با عموم مردم متفاوت. در یک تحقیق در کشور آمریکا 15% جمعیت کلی اختلال شخصیت دارن. در کشور ما تحقیق انجام نشده، ولی مشاهدات بالینی ما نشون داده از هر 4 نفر 1 نفر اختلال داره، یعنی حدوداً 25%. مشاهدات ما، تحقیق در این زمینه انجام نشده. بنابراین شخصیت یعنی شیوه های کنار آمدن با موقعیت ها افراد. اختلال شخصیت یعنی اختلال در شخصیت، یعنی اینکه یه عده افراد هستن که شیوه های برخورد با مسائل و پدیده های زندگی و افراد رو به خوبی مانند بقیه رعایت نمی کنن، فرق دارن. گاهی وقتا ممکنه یک فرد اختلال شخصیت داشته باشه ولی ضعیف باشه، پس شدت و ضعف داریم. انقدر ضعیف باشه که زیاد مسئله برای خودش یا دیگران یا شغلش یا تحصیلش ایجاد نکرده باشه. یکی از نشانه های اختلال شخصیت اینه که فرد خودش خبر نداره مشکل داره. همونطوری که خاویر کرمن در کتاب بیشعوری در قالب شوخی بعضی از ویژگی های بیشعوری رو میگه و بعد میگه این فرد برای شما آشنا نیست؟ انگار خیلی آشناست، خیلی به شما نزدیکه. آها، حالا برو تو آینه نگاه کن، میبینی بله خیلی آشناست. یعنی ممکنه همین الان شمایی که داری این ویدیو رو میبینی اختلال شخصیت داشته باشه، هرچند که تشخیص به عهده روانپزشک و یا روانشناس بالینی هست. به همین دلیل کسانی که اختلال شخصیت دارن معمولاً برای درمان مراجعه نمی کنن. اگر هم شما دارید ویدیو من رو میبینید شاید انقدر دچار مشکل شدید که بعد با خودتون فکر کردید نکنه من یه مشکلی دارم و تو اینترنت سرچ کردید، توی پادکست ها یا هر جای دیگری، و این ویدیو یا این پادکست رو دارید میبینید یا میشنوید.
البته این رو هم در نظر بگیریم که در کشور ما فشار روانی زیاد هست، مشکلات اقتصادی زیاد هست، مشکلات سیاسی زیاد هست و به همین دلیل وقتی که میبینیم یک دسته افراد کارهایی را انجام میدن، الزاما نمی شود که به اختلال شخصیت نسبت داد. اما در کشورهای پیشرفته اگر همون رفتارها رو ببینیم شاید بشود که به اختلال شخصیت نسبت داد. به هر حال تشخیص دقیقش به عهده روانپزشک یا روانشناس هست، ولی خب من اینجا باز هم راجع بهش صحبت میکنم که به طور کلی یک تصویری از کسانی که اختلال شخصیت دارند پیدا کنیم. گاهی وقتا هم بعضی از اختلالات ممکنه که تقویت‌های اجتماعی دریافت بکنه یا ممکنه که در بعضی از زمینه‌ها موفق باشن. مثلا کسانی که اختلال شخصیت وسواسی دارن، اینها در کارشون موفقن. مثلا یک پزشک دارای اختلال شخصیت وسواسی کارش رو به نحو احسن انجام میده. اگر جراح باشه کارش عالیه، دقیقه. یا یک خلبانی که اختلال شخصیت وسواسی داره در محیط کارش ممکنه که فوق‌العاده باشه. یا کسی که اختلال شخصیت خودشیفتگی داره ممکنه در زمینه سرگرم کردن دیگران یا تفریحات بسیار عالی باشه. یا کسی که اختلال شخصیت نمایشی داره در دنیای بازیگری ممکنه که فوق‌العاده باشه، تئاتر عالی باشه، تیزر فوق‌العاده بازی کنه. اما معمولا در روابط خیلی نزدیک دچار مشکل میشن. روابط با همسر، فرزند، پارتنر، دوست دختر، دوست پسر، نامزد یا به هر حال دنیای نزدیک، روابط نزدیک دچار مشکل میشن و معمولا اونها هستند که آه و ناله میکنن. من ابداً قصد بی احترامی به هیچ کس رو ندارم، ولی گاهی وقتا لابلای حرفام از تمثیل‌هایی استفاده میکنم، هم جنبه فان داشته باشه، همین که با عرض پوزش اشاره به یک واقعیت. خاویر کرمن در کتاب بیشعوری میگه اگه میخوایم بفهمید بیشعوری یعنی چی، فرض کنید شما مردین، همه اطرافیان آه و ناله میکنن، گریه میکنن، تو سرشون میزنن، ولی شما اصلا نمیفهمید. بیشعوری هم شبیه همین. حالا از همین مثال اگر من استفاده کنم، اختلال شخصیت هم شبیه همینه. حتی با وجود اینکه افراد ممکنه پس از مثلا غالبا بعد از 35-40 سالگی ممکنه متوجهش بشن، خیلی کم پیش میاد. یعنی حداقل من تا به حال با وجود اینکه سالهاست دارم در این زمینه به خصوص اختلال شخصیت کار میکنم، ندیدم کسی رو که زیر 25 سال خودش با پای خودش اومده باشه و بگه که من فهمیدم اختلال شخصیت دارم. اگر هم فرد نسبتاً آگاهی پیدا بکنه، مثل اینکه اون مرده یه صدای خیلی خفیفی بشنوه. بنابراین مشکل بسیار جدی هست و جزو مشکلات طبیعی نیست که حالا در ادامه بیشتر راجع به صحبت میکنم که شما بفهمید و هم اگر که خودتون درگیرش هستید بهتون خواهم گفت که چیکار کنید. اگر همسرتون درگیرش هست بهتون خواهم گفت که چه کارهایی رو انجام بدید. چه چیزهایی باعث شکلگیری اختلال شخصیت میشه؟ چند عامل به طور کلی نقش آفرینی میکنه. در وهله اول خلق و خو و ژنتیک. بعضی از افراد ژنی دارند، خلق و خوی رو به ارث میبرند که باعث میشه که حالا وقتی در یه محیطی قرار میگیرن اختلال شخصیت در اونها شکل بگیره. دو، تجربه های دوران کودکی هست. اتفاقاتی در دوران کودکی ممکنه بیفته، پدر و مادر یا والدین یا مراقبی داشته بوده باشن که آسیب زننده باشن و این هم میتونه باعث بشه که دچار اختلال شخصیت بشن. سه، ابیوز، آزارها، که این هم زیر مجموعه
خاطرات دوران کودکی میشه. بعدی همانند سازی با والدین. ممکنه یکی از والدین اختلال شخصیت داشته و شما ازش الگو گرفتید. ویژگی های مشترک در انواع اختلال شخصیتی چیه؟ یعنی اگر که بخوایم که افرادی که اختلال شخصیت دارن رو توی یک طبقه بذاریم، بگیم کسانی که اختلال شخصیت دارن این ویژگی ها رو دارن، چی میتونیم بگیم؟ یک دسته عادت های رفتاری و فکری و احساسی دارن که متناسب با محیطی که درش زندگی میکنند نیست. البته عرض کردم باید محیط رو در نظر بگیریم. ممکنه گاهی وقتا من در یک فرهنگی زندگی بکنم که انتظارات فرهنگ بیمارگونه باشه، محیط ملاک تشخیص به هیچ وجه نیست، ولی غالبا اینطور میبینیم در این افراد. دو، در بعضی از زمینه‌های زندگیشون مشکلات جدی دارن. مثلا ممکنه در زمینه شغل موفق باشن اما در زمینه روابط نباشن، یا در زمینه تحصیل موفق باشن در زمینه روابط نباشن. گاهی وقتا هم در هیچ کدوم از این زمینه‌ها ممکنه موفق نباشن. مثلا اختلال شخصیت مرزی ممکنه در همه زمینه‌ها مشکل داشته باشه. بعدی کنترل احساسات. بعضیا اصلا نمیتوانند که احساس خودشون رو و تکانه های خودشون رو کنترل بکنن و بعضی ها ممکنه که به شدت کنترل بکنن، یعنی در زمینه مدیریت احساسات و هیجان بسیار مشکل دارن. بعدی انعطاف ناپذیر هستن، معمولا یه طور هستن در روابط بین فردی و غالبا معتقدن که مردم اشکال دارن، در صورتی که اگر بررسی کنن ممکنه متوجه بشن که مشکل از خودشونه. یک آقایی به من مراجعه کرده بود، اختلال شخصیت وسواسی داشت، تقریبا 45 سال سنش بود و در ازدواج سومش میگفت که در ازدواج دوم و سوم همون حرفایی رو به من زدن که در ازدواج اول زدن. اینجا بود که من با خودم فکر کردم نکنه من یه مشکلی دارم. بعدی عدم بینشه، خبر ندارن که مشکل دارن. ممکنه آدم و عالم به اونها بگن ولی خودشون باور ندارن. بعدی این مشکلات معمولا از نوجوانی یا اوایل بزرگسالی شروع میشه. اگرچه ممکنه که خلق و خو از کودکی باشه اما اختلال از نوجوانی و یا بزرگسالی شروع میشه. نکته‌ای که باید در نظر بگیریم اینه که ویژگی‌هایی که در فرد میبینیم مربوط به یک بیماری دیگه یا دارو یا مواد مخدر نباشه. مثلا ممکنه یه نفر مواد توهمزا مصرف بکنه و افکار پارانویدی داشته باشه. در اون صورت ما نمیگیم که این فرد اختلال شخصیت پارانوید داره، میگیم به خاطر مواد مخدر هست و به همین دلیل شیوه درمان ما، تکنیک هایی که برای درمان استفاده میکنیم متفاوت هست. برای اینکه تشخیص دقیق بدیم در حقیقت میبایست یک ارزیابی درست و دقیق توسط روانشناس و یا روانپزشک انجام بشه. اما من در قسمت معرفی انواع اختلالات شخصیت سعی کردم بسیار ساده و در عین حال مفصل توضیح بدم تا حداقل یک دورنمایی رو ازش پیدا بکنید. گاهی وقتا هم که ممکنه که انقدر برای شما آشکار باشه که خیلی زود بپذیرید که این مشکل رو دارید. نکته دیگری که باید در نظر بگیرید اینه که این الگوها باید طولانی مدت باشه. اینکه یک هفته اینطور شده، 2 هفته اینطور شده علامت اختلال شخصیت نیست. حداقل باید 6 ماه باشه. گاهی وقتا هم ممکنه که روانشناس از اطرافیان فرد هم بپرسه، به خاطر اینکه گفتیم که
کسی که اختلال شخصیت داره ممکنه که آگاهی نداشته باشه. من به شخص بیشتر کسانی که به من مراجعه کردن بیشترشون همسران کسانی بودن که اختلال داشتن، اما بعضی هم بودن که خودشون دچار مشکل شدن و مراجعه کردن. ممکنه که شما جزو دسته اول یا دوم باشید. اگر جزو دسته اول هستید نگران نباشید، من بهتون اطلاعات لازم رو خواهم داد که چطور با این فرد برخورد بکنید. اگر جزو دسته دوم هستید باز هم نگران نباشید، من نحوه درمان این اختلالات رو هم به صورت جداگونه برای شما توضیح خواهم داد. اگر که شما با کسی که اختلال شخصیت داره ازدواج کنید، کوه اعتماد به نفس هم باشید ویران میشید، به دلیلی که اونقدر محکم صحبت میکنه، چون باور داره واقعا که شما کم کم به خودتون شک میکنید. من در بسته هایی که آماده کردم به صورت آموزشی، چه برای کسانی که خودشون اختلال دارن، چه برای کسانی که با فرد دارای اختلال توی رابطه هستن، یکی از بخش‌های این بسته آموزشی مربوط به اینه که اگر که شما کسی هستی که افراد دارای اختلال شخصیت رو جذب می‌کنی، چی باعث میشه این اتفاق بیفته؟ در مجموع 9 تا 10 تا باگ وجود داره در افراد که این باگ‌ها و این مشکلات فکری و شخصیتی و الگوهای فکری و یا رفتاری من باعث میشه که یک دسته افراد رو جذب کنم. یعنی ممکنه که مثلا من یه ویژگی هایی داشته باشم که اختلال شخصیت مرزی رو جذب کنم، ممکنه من یه ویژگی هایی داشته باشم که اختلال شخصیت خودشیفته رو جذب کنم که در این مورد بعداً توضیحات مفصل خواهم داد. سوال پرسیدن که آیا یک نوجوان یا کودک میتواند اختلال شخصیت داشته باشد؟ جواب اینه که نه. یکی از ملاک‌های مهم برای تشخیص اختلال شخصیت اینه که از نوجوانی و بزرگسالی باشه، ولی بعضی از اختلالاتی که کودک داره ممکنه در آینده تبدیل بشه به یک اختلال شخصیت. مثلا ممکنه که فرد اختلال سلوک داشته باشه، در بزرگسالی تبدیل بشه به اختلال شخصیت ضد اجتماعی. خیلی خیلی کم مواردی هست که ممکنه که ما تشخیص بدیم که این نوجوان یا این کودک اختلال شخصیت داره. معمولا روش درمان مشکلات نوجوانان و کودکان روشی نیست که ما در درمان اختلال شخصیت ازش استفاده میکنیم. سوال: آیا اختلالات شخصیت قابل درمان هست؟ جواب اینه که اگر که بخوام خیلی رک بگم، بی پرده بگم، بر اساس مشاهدات تجربی و علمی بگم، واقعیت اینه که خیلی سخته. به همین دلیل ما در مشاوره ازدواج اگر بفهمیم یک فردی اختلال شخصیت داره، بهش میگیم عزیزم اول برو خودت رو درمان کن، بعد به فکر ازدواج باش، چون تو حتما در روابط دچار مشکل میشی. یا به کسی که قراره باهاش ازدواج بکنه بهش میگیم که فعلا از ازدواجش صرف نظر بکنه، اگرچه که بیشتر مردم کار خودشونو میکنن، ولی خب خوشبختانه در حال حاضر بسیاری از زوجها که به کلینیک ما مراجعه میکنن به روانشناسی بسیار اهمیت میدن و ما هم سعی میکنیم که البته یک ارزیابی دقیق و درستی انجام بدیم که بی اساس اظهار نظر نکنیم. اما اگر که شما اختلال شخصیت دارید و خودتون میخواید که تغییر کنید، اینطور نیست که روانشناسی نتونه به شما کمک بکنه. ممکنه که مسیر یه مقدار طولانی باشه، زمان بر باشه،
بستگی به اون اختلال داره. مثلا در اختلال شخصیت مرزی حداقل 1.5 سال تا 2 سال طول درمان هست. در بقیه اختلالات بسته به این که با چه پیش آگهی باشه، چقدر بینش داشته باشه، حداقل 9 ماه طول درمان خواهد بود. ولی روش ها و متد های درمانی مشخصی برای درمان اختلالات شخصیت وجود داره. اگر هم شما همسرتون اختلال شخصیت داره، خب توصیه اول ما اینه که سعی کنید این رابطه رو ادامه ندید. ولی اگر مجبور هستید به هر دلیلی، منافع، دلسوزی یا هر چیز دیگری، در ادامه وقتی که من انواع اختلال شخصیت رو معرفی میکنم، البته در قالب یک مجموعه آموزشی در مورد اینکه چیکار بکنید و چه راهکارهایی رو ازش استفاده بکنید برای اینکه نحوه برخورد با افرادی که اختلال شخصیت دارند رو یاد بگیرید رو به شما آموزش خواهیم داد. مثلا اگر که شما آقایی هستید که با خانمی ازدواج کردی که اختلال شخصیت مرزی داره، یا خانمی هستی که با آقایی ازدواج کردی که اختلال شخصیت پارانوید داره، خب توصیه اول ما اینه که جدا بشید. این واقعیت ممکنه بیرحمانه بیاد ولی این توصیه ماست. ولی در این حال ما میدونیم که نمیتوانیم جای شما باشیم، به جای شما تصمیم بگیریم. هر کسی صلاح خودش رو بهتر میدونه. اگر میخواد این رابطه رو ادامه بدید، من توصیه های علمی برای شما خواهم داشت که میتونید ازش استفاده بکنید. طبیعتاً اذیت خواهید شد، زمان بر خواهد بود، اما کاچی بهتر از هیچی هست و ممکنه که نتایج خوبی بگیرید. من برای شما توضیح خواهم داد که همسر شما روانش چطور کار میکنه و شما چطور بتوانید وارد دنیای روانشناختی اون فرد بشید و دست به چه تکنیک هایی بزنید، چه کارهایی رو کمتر کنید، چه کارهایی رو بیشتر انجام بدید. به طور کلی تکنیک های شناختی، تکنیک های رفتاری، تکنیک های تجربی رو که همه اینها زیر مجموعه CBT هست و CBT بهترین روش درمانی در حال حاضر محسوب میشه، به دلیل اینکه پشتوانه پژوهشی بسیار زیادی داره، در اختیار شما قرار خواهم داد. من در این مجموعه میخوام که انواع اختلالات شخصیت رو معرفی کنم. اختلال شخصیت پارانوید که کسانی هستند که دائما نسبت به دیگران بدبین هستند و بی‌اعتماد هستند. اختلال شخصیت اسکیزوئید که مهارت‌های اجتماعی ندارند و منزوی هستند. اختلال شخصیت اسکیزوتایپال که در روابط نزدیک ممکنه دچار مشکلی بشن و آدم‌های عجیب و غریب هستند و افکار عجیب و غریب ممکنه داشته باشن. اختلال شخصیت ضد اجتماعی که اهمیتی به حق و حقوق دیگران نمیدن و اون رو زیر پا میذارن. اختلال شخصیت مرزی که معمولاً در روابط بین فردیشون مشکل دارن، تصویری که از خودشون دارند متزلزل هست، ممکنه که از لحاظ هیجانی و احساسی کاملا بی ثبات باشن. اختلال شخصیت نمایشی که بسیار هیجانی هستند و نیاز زیادی دارن به توجه. اختلال شخصیت خودشیفته که خیلی دوست دارن که ازشون تعریف و تمجید بشه و همدلی ندارن. اختلال شخصیت اجتنابی که معمولاً از جامعه ممکنه مقداری سعی کنن که فاصله بگیرن و بسیار حساس و آسیب پذیر هستند. اختلال شخصیت وابسته که معمولاً مطیع هستند و چسبنده هستند، ممکنه به همسر خودشون بچسبن و یا خیلی دوست داشته باشن که تحت مراقبت و مواظبت قرار بگیرن. اختلال شخصیت وسواسی که دائما ممکنه ذهنشون مشغول
کنترل و یا نظم و ترتیب باشه. در این زمینه بسیار نشخوار فکری دارم. و در انتها اختلال شخصیت منفعل مهاجم یا دوسوگرا که در حال حاضر میگن که این اختلال حذف شده، اما از اونجایی که در کشور ما به دلایل فرهنگی بیماران بسیار زیادی رو میبینیم که این اختلال رو دارن، من ملاک‌ها و معیارهای این اختلال رو هم توضیح میدم. از شما میخوام که ادامه این مبحث رو در ویدیوهای بعدی ببینید و یا اگر که پادکست های من رو دارید میشنوید، ادامه رو در پادکست های بعدی بشنوید.